من این نکته رو اشاره بکنم خانم مولاوی، خانم شجاعی، در اعتراض به اینکه شما دارین نکات رو مطرح می‌کنین برنامه دارن ترک می‌کنن. حتما بیشتر نشد. تحریم‌های کاتسا که ماجرای ما ببینید حتما ببینید تحریم ایلسا مگه میدونم. ببینید من اصلا تخصص تو سیاست خارجی ندارم. شما الحمدلله رفتین خوندین کار کردین. این که خیلی حرف ترامپ و آقای روحانی با هم یه سلام علیک بکنن و اون تحریم‌ها رو برداره. این سلام علیک کردن تحریم‌ها رو برداره. آره این چیزیه که آقای ظریف میتونه ازش بپرسه. شما باور می‌کنید؟ من بله باور مشابه سختی می‌کنی. امیرحسین ثابتی منفرد متولد 18 اردیبهشت 1367 در تهران. پدر و مادرم هر دو فرهنگی بودن، بازنشسته آموزش پرورش. پدرم البته بعداً سراغ شغل آزاد هم رفت و خود من از دوره نوجوانی عاشق تاریخ و سیاست بودم. از 13-14 سالگی تصمیم گرفتم رشته‌ام رو علوم انسانی ببرم که در دانشگاه علوم سیاسی قبول بشم و همینم اتفاق افتاد. یعنی وقتی که کنکور دادم اولین انتخابم که علوم سیاسی دانشگاه تهران بود بهش رسیدم و بعداً هم مقطع فوق لیسانسم تو همون دانشگاه تهران و دکتریم رو هم در پژوهشگاه علوم انسانی شروع کردم و از همونجا فارغ التحصیل شدم. در دوره دانشگاه خیلی شاید یادشون باشه، خاطرات زیادی داشته باشن، جزو کسایی بودم که خیلی فعال بودم تو دانشگاه. خیلی از مناظرات دانشجویی، نشریات دانشجویی، تریبون آزادها، همایش‌ها، برنامه‌ها چیزایی بودش که من با اینها بزرگ شدم و زندگی کردم و شاید جنجالی ترین کارهایی هم که اون موقع در دهه 80 در دانشگاه داشتیم همون مناظره‌هایی بود که با بچه‌های دیگه انجام میدادیم و بعضیش فیلماش هم هست. این بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران هست سال 88 مهر سال 88 و شمایی که میگید خط امام هنوز متوجه نشدید که امام خمینی هیچ ارتباطی با مصدق نداره. آیا کسی که صرفاً مجری تلویزیون بوده باشه میتونه یک نماینده مجلس خوب یا یک سیاستمدار هم بشه یا نه؟ اگه کسی تمام رزومش این باشه که برنامه شب عید اجرا کرده باشه و 2 تا استندآپ رفته باشه و مجری تلویزیون باشه، حتما یک سیاستمدار خوب نمیتونه باشه، حتما یک نماینده مجلس هم نمیتونه باشه. اما اگر کسی که رفته باشه درسش رو خونده باشه، مثلا من در تو با خودم میخوام حرف بزنم، رشته‌م علوم سیاسی بوده، از مقطع لیسانس تا فوق لیسانس تا دکتر علوم سیاسی بوده، سالها کار رسانه‌ای کردم، سالها کار میدانی کردم، سالها در جریان‌های دانشجویی فعال بودم، سالها دوره‌های جریان شناسی تاریخی، جریان شناسی سیاسی، سیاست خارجی برگزار کردم و با خیلی از سیاستمداران چپ، اصولگرا، اصلاح طلب ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها نشستم حرف زدم، گفتگو کردم، تجربه دارم. بعضی‌هاشون میتونن ادعا کنن خودشون بهتر میشناسن. فکر می‌کنم خیلی بی ربط نیست که بخوام وارد مجلس هم بشم. یکی از مهمترین تجربه‌ای که من در دوره تحصیلم داشتم این بود که اساتید دانشگاه مختلف رو باشون تعامل داشتم، از راست تا چپ، از انقلابی تا ضد انقلابی. اسم بخوام بیارم از صادق زیبا کلام تا موسی نجفی، اینا اساتید من در دانشگاه بودن. یعنی دو طیف، دو نگاه مختلف و این خیلی تو رشد من مؤثر بود از این جهت که افکار مختلف رو از نزدیک بشناسم، صرفا از تو کتاب‌ها درگیرشون نباشم. یعنی آدم رو رشد میده اینکه آدم با طیف‌های مختلف بتونه از نزدیک تعامل بکنه، حرفاشون رو بشنوه، سر کلاساشون باشه، بحث بکنه، سوال بپرسه، فکر بکنه و با اونها حتی چالش داشته باشه. از سال 92 که من دانشجوی دکترا شدم و دولت هم عوض شد، دولت‌های روحانی اومد، خب مسئله برجام و سیاست خارجی شد مسئله اصلی کشور. به تناسب علاقه و شغلم که کار خبری رسانه‌ای بود و تحصیلاتم کم کم زندگی من رفت سمت مذاکرات هسته‌ای و برجام و دائم اخبار رو رصد می‌کردم. مذاکرات ژنو، مذاکرات لوزان، مذاکرات وین که اون برجام بود و اینقدر دیگه درگیر متن برجام، اتفاقات پیرامونیش، حواشیش، مذاکره کنندگان و اتفاقات شبیه اون شده بودم که کم کم احساس کردم شدم یک کارشناس حوزه سیاست خارجی و برجام و اون نقدها رو وقتی می‌رفتیم با برخی از مسئولین اون حوزه، نماینده‌های مجلس صحبت می‌کردیم، احساس می‌کردیم که از اونها انگار نقدهای دقیق‌تری داریم بیان می‌کنیم، حرفای جدی‌تری داریم می‌زنیم و اونقدری که ما وقت گذاشته بودیم مثلا رو متن برجام به لحاظ کارشناسی و تخصصی، بعضی از نماینده‌ها وقت نذاشته بودن. چون خیلی‌ها فکر می‌کنن حالا مثلا متن برجام خوندن مگه چیه، کاری نداره، یه ساعت وقت می‌ذاری می‌خونی. نه، برجام یه سند پیچیده 140-50 صفحه‌ای به شدت چند لایه است. بعد حقوقی داره، بعد امنیتی داره، بعد سیاسی داره، ابعاد مختلفی داره که اگر کسی خوب بخواد اون رو بفهمه با یه بار، 2 بار، 3 بار خوندن چیزی ازش نمیفهمه. اگر کسی واقعا برجام رو به معنی واقعی کلام با همین خوب بفهمه، به نظر من یک کارشناس در حوزه سیاست خارجی به معنی واقعی کلام است. من خاطرم از همون موقع وقتی از خیلی مثلا متن برجام خوندید یا نه، کسایی که نماینده مجلس بودن، کسایی که سیاستمدار بودن، به اندازه ما که موقع فقط یک دانشجویی این کارو انجام نداد و اینها برای آینده این کشور تصمیم گرفتن، چیزی که نخونده بودن ازش دفاع میکردن. به همین خاطر موضوع رساله دکترای من هم برجام شد. یعنی اساسا من مسئله برجام آمریکا سیاست خارجی
و مسائل پیرامونی اون رو به عنوان موضوع رساله دکترا انتخاب کردم و باز هم بیشتر از قبل مجبور شدم روش وقت بگذارم و این باعث شد که در واقع تو یک دهه گذشته از 92 تا 1402 یعنی امروز در حوزه برجام و سیاست خارجی شاید بگم روزی نبوده که به این مسئله فکر نکنم و در باهاش مطلبی رو نخونم یا به گوشم نخوره. اما تا اینجا سوابق تحصیلی و تخصصی من در تو بحث سیاست خارجی برجام بود. من می‌خوام با شغل خودم اینو صحبت بکنم. من سال 86 87 که وارد دانشگاه شده بودم، یکی دو سال گذشته بود، وارد فضای رسانه شدم، در سایت‌ها و خبرگزاری روزنامه مختلف کار می‌کردم به صورت پاره وقت. از سال 94 وارد دفتر دکتر سعید جلیلی شدم. خب ایشون عنوان اون موقعش هم مثل امروز نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بود. اون 3 سالی که من در دفتر ایشون بودم از سال 94 تا 97 برای خود بنده یک دوره فشرده آموزشی برای آشنایی با مسائل کلان حکمرانی و سیاست بود. چون ایشون در دفترش تحت عنوان حالا دولت سایه یک سری کارگروه‌های مختلف داشت در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، مباحث فرهنگی و غیره که خب حالا ما جدا از کارهای رسانه‌ای که تو دفترشون انجام دادیم خود به خود تو خیلی این جلسات حضور داشتیم، تو خیلی از سفرها حضور داشتیم، تو خیلی از بازدیدها حضور داشتیم. یک دوره خیلی مفیدی بود برای خود من که از مسائل اصلی کشور به لحاظ حکمرانی، به لحاظ اداره کشور آشنا بشم. تو جلسات مختلف کارشناسای مختلف میادن، نمایندگان مجلس میادن، برخی از وزرای سابق میادن، برخی از وزرای حتی همون دولت میآمدن، با اینها تعامل داشتیم، حرفاشون رو میشنیدیم و بلا واسطه واقعا یک دوره‌ای بود که من خیلی از مسائل اصلی کشور رو از نزدیک دیدم و درک کردم و این خیلی کمک من کرد از این جهت که دیدم نسبت به مسئله سیاست، مسئله حکمرانی، مسئله اداره کشور، اسناد بالادستی کشور و خیلی از مسائل این تیپی واقعی‌تر و عینی‌تر بشه. بعد از سال 97 که دفترشون اومدم بیرون، من به پیشنهاد یکی از بچه‌ها اجرای برنامه اینترنتی رو در رو شروع کردم که گفتگوهای چالشی با سیاستمداران مختلف بود، از رضا خاتمی برادر سید محمد خاتمی تا فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی تا علی باقری کنی تا سردار نقدی تا سردار سعید قاسمی تا محمد توسلی نهضت آزادی، طیف‌های مختلف فکری ما با اینها می‌شستیم گفتگوهای چالشی می‌گفتیم و فراتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم در فضای مجازی بازتاب پیدا می‌کرد. این کسانی که مثل کیهان نقدهایی که انجام دادن دقیقاً همون موازی است که اسرائیل در مقابل برجام داره و عربستان داشته. خب سال 88 هم مواضع شما همونایی بود که اسرائیل داشت. مثلا تقلب در انتخابات. یعنی گفتگوهایی که بعضی تیکه‌هاش هنوز هم شاید تو فضای مجازی خیلی بازتاب پیدا کرده و یک خاطره خیلی خوبی بود از کار رسانه‌ای که در سال 97 ما انجام دادیم و همین شد مقدمه حضور ما در صدا و سیما. یعنی وقتی که این گفتگوها در فضای مجازی خیلی سر و صدا کرد، از طرف شبکه افق تماس گرفتن، گفتن ما می‌خوایم اینها رو با اجازه شما بازپخش کنیم تو تلویزیون. گفتیم ما هم از خدامونه، دست شما درد نکنه. اینها رو بازپخش کردن، گفتن که خیلی بازخوردهای خوبی نسبت به این برنامه تو شبکه وجود داشت، مخاطبان زنگ زدن، تشکر کردن و حالا شما که این تجربه رو هم تو عرصه اجرا داشتید به صورت موفق تو برنامه رو در رو، اگر مایلی میتونید برنامه جهان آرا رو هم اجرا بکنید که خب تو اون بره بعد از اینکه آقای یامین‌پور یه مقدار سرش هم شلوغ‌تر شده بود و می‌خواست برای انتخابات مجلس هم کاندید بشه، من در واقع به عنوان مجری جدید به برنامه اضافه شدم و کارم در برنامه جهان آرا شروع کردم. این بنده حقیر در یک شب از شب‌های هفته طی هفته یک شب در برنامه جهان آرا خدمت شما خواهم بود. شب‌های دیگر دوستان دیگرم از جمله آقای دکتر امیرحسین ثابتی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای این برنامه رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. تو برنامه جهان آرا هم خیلی از تصاویرش شاید میلیون ها بار تو فضای مجازی به اصطلاح وایرال شده بود و چرخیده شده بود و خیلی دیده بودن، از برنامه‌ای که ما با اصلاح طلبها داشتیم تا اصولگرایان و تا اون برنامه به یاد ماندنی که با سرکار خانم ملاوری داشتم که وسایل برنامه گذاشتن فرار کردن. ازشون این عین جلوشونه ما نباید فقط من این نکته رو اشاره بکنم خانم ملاوری و خانم شجاعی در اعتراض به اینکه شما دارین نکات رو مطرح می‌کنید برنامه دارن ترک می‌کنن. ما هیچ قولی نداده بودیم که در واقع کسی دیگری به عنوان مهمان حضور نداشته باشه. من بازم از شما میخوام حضور داشته باشید، ولی اگر حضور هم نداشته باشید مشکلی نیستش. من خانم ملاوردی شما اجازه بفرمایید، شما خانم ملاوردی در فضای مجازی منتقدین خودتون رو بلاک میکنید، اینجا هم که به اصل برنامه میرید از بقیه که شکایت میکنید، از شعار گفتگو صحبت نکنید. خانم شجاعی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. و البته مناظره بین دکتر غنی‌نژاد و دکتر درخشان که فکر کنم دیگه
80 میلیون ایرانی حداقل یک کلیپ از اون دیدن. تمام تلاش ما تو جهان آرا این بود که صرفاً آنتن رو پر نکنیم، چه با اصولگرا چه با اصلاح طلب. اگر میشینیم گفتگو میکنیم حرفمون حرفای مفید و غیر تکراری برای مخاطب باشه. میتونستیم بگیم که ما هم مثل برنامه دیگه بشیم صرفاً دور هم حرف بزنیم، یه وقتی پر بکنیم یا آنتنی رو پر بکنیم. اما همه تلاش تیم پشت صحنه و خود من این بود که این برنامه حتی ممکنه آخرین برنامه ما باشه، اما باید بهترین برنامه ما باشه. برای همین کسی نمیتونه امروز بگه که مثلا ما با اصولگرایان خوب بودیم، با اصلاح طلب بد بودیم یا برعکس. ما با همه سعی می‌کردیم که واقعا چالش داشته باشیم، سوالات مردم بپرسیم، جدی حرف بزنیم و اون چیزی که مردم از یک برنامه سیاسی زنده انتظار دارن رو ببینن. و الحمدلله تو همه نظرسنجی‌ها تا این اواخری که من تو خود برنامه بودم خاطرم هستش که برنامه سیاسی اول پربیننده سازمان صدا و سیما بود این برنامه. همزمان من در مرکز اسناد در واقع صبح تا عصر مشغول کارهای تاریخی بودم، یعنی بر اساس اون علایق و رشته‌ای که داشتم تو حوزه تاریخ پژوهش می‌کردم، اسناد رو می‌خوندم، کتاب‌های تاریخی رو می‌خوندم و یه 3 سالی هم که در مرکز اسناد مشغول این کار بودم برای خودم خیلی 3 سال پربرکتی بود. با خیلی از کتاب‌های تاریخی، اسناد تاریخی سر و کله می‌زدم که خب همه اینها یک بعد سیاسی هم داره دیگه. یعنی من در رابطه با مثلا تاریخ ایران و باستان که کار نمی‌کردم، با تاریخ پهلوی، تاریخ بعد از انقلاب، تاریخ دهه 60 کارهایی رو انجام میدادم و بعد از اون بود که به نتیجه رسیدم یک خلایی در روایت تاریخی از مسائل وجود داره و رفتیم سراغ تولید برنامه‌ای به اسم حافظه تاریخی ایرانی که روایت تاریخی از مسائل مختلف هستش با معرفی کتاب. و این معرفی کتاب جزء با برکت ترین کارهایی بود که من در عمرم انجام دادم، چون وقتی برنامه اولی که اومدیم کتاب معرفی کنیم با این نیت این کارو انجام دادیم که در اثر معرفی کتاب ما بتونیم هزینه‌های تولید برنامه رو در بیاریم، یعنی مثلا اون سودی که در این راه به دست میاد و بتونیم خرج تدوین برنامه و کار این شکلی انجام بدیم. ولی خدا کمک کرد کتاب‌هایی که ما فکر می‌کردیم شاید ازش 20 نسخه تا 30 نسخه بیشتر نمیتونیم بفروشیم رو بعداً تا 300 نسخه، 500 نسخه و بعضاً بالای 1000 نسخه فروختیم و خب این خیلی ما رو دلگرم کرد که اتفاقاً کتاب خونده میشه، خوبم خونده میشه و ماییم که باید تو این حوزه ورود بکنیم، معرفی بکنیم و این اتفاق انقدر پربرکت بود و ادامه دار که بعد از یک بازه زمانی تقریباً 8-9 ماهه ما تونستیم یک مغازه رو اجاره بکنیم در حوالی انقلاب خیابان برادران مظفر به اسم حافظه تاریخی و امروز اونجا بالای 1000 عنوان کتاب تاریخی سیاسی در حوزه‌های مختلف داریم و خودش یک تجربه بسیار خوب و پربرکت برای ما بود. از سال 1400 یه اتفاق دیگه افتاد که من پام به مدارس باز شد. تو اون برهه‌ای که کشور یه مقدار دچار التهاب شده و خیلی گفتن مدارس کانون‌های ناآرامی هستن، من اتفاقی به یه مدرسه رفتم برای صحبت با بچه‌ها. وقتی اون کار رو انجام دادم مدرسه دوم سوم رو هم رفتم و احساس کردم که از همه سخنرانی‌هایی که تا حالا در مساجد و دانشگاه تو همه این سال‌ها داشتم این کار مفیدتریه، چون بچه‌ها وقتی پاسخ منطقی بهشون میدی، استدلال میکنی، اتفاقا راحت‌تر از بقیه اون بحث رو متوجه میشن و میپذیرن. مسئولین شما یه عده‌شون شعار مقاومت دادن، رفتن تو بهترین خونه تهران 2000 متر تو شمرون نشستن. خب یا آقا چرا مقاومت دردش برای من لذتش برای توه؟ حق داره. بیا قراره مقاومت بکن، تو اول مقاومت کن. این حرف درستیه. بعد اینجا شما باز جواب نمیدی به مردم، تحقیرشون میکنی یه جایی. مسئولین دارم میگم این دولت اون دولت هم نداره، این جناح اون جناح هم نداره ها. اون بنده خدا گفتم 2000 متر خونش تو جزء سران جریان اصولگراست. لذا اون کارم ادامه دادم. خروجی اون جلسات چالشی که در سال 1401 داشتم شد کتاب بدون توش با دهه 80 که در یک بازه زمانی 6 ماهه 15 دوره تا الان چاپ شده و ادامه دادم تو اون جلسات رو. تا الان هم ادامه دار بوده، حدود 50 مدرسه رو مجموعه رفتم. اما با همه این توصیفات شاید حالا مخاطب انتظار داشته باشه این رو بشنوه که من اصلا وارد مجلس بشم چه اولویتی دارم. انبوه مشکلاتی که ما در کشور داریم، انبوه مسائلی که داریم و حالا امیرحسین ثابتی با مدرک رشته علوم سیاسی، با کار تاریخی، با کار سیاسی، با کار رسانه‌ای در حوزه کتاب، در حوزه سیاست، همه اینها هم فعال، میخواد وارد مجلس بشه که چه کار جدیدی انجام بده. به نظر من اثرگذاری یک نفر در کشور اینطور نیستش که با پیروزی او در انتخابات شروع بشه. خیلی تصور میکنن حتما این نفر باید بیاد رأی بیاره، روی یک صندلی بشینه، مسئولیت پیدا بکنه تا بتونه اثرگذار باشه. من این اثرگذاری رو از قبل از اون در دوره تبلیغات انتخابات برای خودم کلید زدم. یعنی اولین کاری که کردم این بود که گفتم باید برای اولین بار یک نفر پیدا بشه که
تمام هزینه‌های تبلیغات انتخاباتش رو بگه چقدر و شفاف بگه از کجا این هزینه رو تامین میکنه. این سوالی که شاید همه مردم ما در ادوار مختلف به ذهنشون رسیده، اما کسی نمیده پاسخ شفاف به اینها بده. همین ایام خیلی به من پیام میدن میگن آقا ما اصلا نه از نگاه سیاسی تو خوشمون میاد، نه اصلا به تو رأی میدیم یا اصلا کلا رأی نمیدیم، ولی دمت گرم که قبل از اینکه وارد مجلس بشی شفاف کردی آقا از کجا چقدر پول آوردی، چقدر می‌خوای خرج بکنی. خب میخوام بگم آقا همین کارهای ساده رو چرا هزاران کاندید اصولگرا اصلاح طلبان در این 45 سال انجام ندادن؟ بنده اومدم در کانال خودم در تلگرام، در ایتا، در صفحه‌ام در اینستاگرام، در صفحه‌ام در توییتر، در ویراستی، در روبیکا، همه جا اون پیام رسانه‌ای که فعال هستم یک فراخوانی دادم. گفتم مردم عزیز تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس، من کاندید شدم. شما یک شناختی از من یک چهره رسانه‌ای و سیاسی دارید. اگر دوست داشتید این شماره حسابم و شماره کارتم هستش، همون شماره حسابی که در سامانه وزارت کشور هم ثبت شده و مورد رصده. میتونید کمک‌های خودتون رو اینجا واریز بکنید که من تبلیغاتمو با همون پولی که شما هر چقدر کمک بکنید انجام بدم، که در یک بازه زمانی 4 روزه حدود 140-150 میلیون پول توش جمع شد که من هر کسی رو دیدم ابراز شگفتی میکرد از این مسئله که مردم الان خیلی میگن رأی نمیدن، تو چطوری رفتی قبل از اینکه رأی بگیری داری کمک هم جمع میکنی از مردم برای تبلیغات خودت. گفتم خب میخواد یک اعتماده. اعتماد در اثر چی؟ اعتماد در اثر اینکه بنده فقط شب انتخابات ظاهر نشدم، فقط دم انتخابات ظاهر نشدم، بگم مردم من میخوام برم تو مجلس به من اعتماد بکنید. یک روند مشخص و شفافی زندگیم داشته، از دوره دانشگاه، از دوره کارهای رسانه‌ای، از دوره کارهای میدانیم در واقع تحولات سیاسی تا امروز که میخوام خودم رو به عنوان یک نامزد انتخابات مجلس به معرض رأی مردم قرار بدم. و همین کاری که بنده الان انجام دادم شروع یک اصلاح در فرهنگ سیاسی ماست. یعنی من معتقدم الان این کاری که بنده کردم باید تبدیل به یک الگو بشه. خیلی بگن اگر یک نفر تونست بیاد شفاف اعلام بکنه هزینه‌های انتخاباتش از کجا تأمین کرده است، پس بقیه هم به همون علت باید این کارو انجام بدن. در مجلس هم یکی از رویکردام اینه که تا جای ممکن شفافیت رو گسترش و تأمین بدم. یعنی ما نباید به یه جایی برسیم که فقط مردم ما راضی باشن یه نماینده رأیش رو شفاف کنه. رأی حداقلی ترین مرحله شفافیته، حالا چه قانون باشه چه داوطلبانه باشه. مسئله اساسی اینجاست که بنده اگر بر فرض مورد اعتماد مردم شما وارد مجلس بشم، بنام بر این هستش که این حوزه شفافیت رو در عمل رو خیلی چیزهای دیگه هم بتونم انجام بدم. مثلا شما فرض کنید هر روزی که جلسه کمیسیون یا جلسه صحن هستش یا دیدارهایی که یک نماینده به واسطه جایگاهش داره، اینها رو به نظر من میشه در قالب یک گزارش مثلا یک صفحه روزانه برای مردم هر شب منتشر کرد. مردم همون روز بدونن یه نماینده امروز چه کارهایی انجام داده، با کیا جلسه داشته، چه صحبت‌هایی شنیده، چه چیزهایی گفته، چه چیزهایی رو در واقع در ارتباطش بحث کرده، با کدوم وزیر، با کدوم نماینده، با کدوم مسئول. اینها رو تا مردم اگر بیشتر بدونن تصویر آشکارتری نسبت به جایگاه مجلس پیدا می‌کنن و دفعه بعدی مشارکتشون هم بیشتر میشه. ما الان مشکلمون اینه، یه بخشی از مردم که میگن ما نمی‌خوایم رأی بدیم، نه اینکه ضد انقلاب باشن، دشمن باشن، میگن ما اصلا نمی‌دونیم اثر این مجلس چی هست، اصلا بود و نبودش چیه تو زندگی ما، برای چی پس بریم رأی بدیم؟ چرا؟ چون شفافیت‌ها بسیار 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 حداقلی است. جدا از بحث شفافیت، ما در یک مسئله خیلی غافلیم که اثر مستقیم رو اقتصاد و جیب مردممون داره. برای بحث اقتصاد احتمالاً شاید همین میگم ما تورم رو اینطوری کم می‌کنیم، بیکاری رو اینطوری می‌کنیم، اشتغال رو اینطوری می‌کنیم، عموماً هم راه‌های صرفاً اقتصادی بیان می‌کنم. خوبم هست اگر کسی میتونه بلده و داره انجام بده. اما یک حوزه‌ای که بسیار مقفول هستش در مبحث اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی. دیپلماسی اقتصادی یعنی اینکه شما در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی بسیار زیادی دارید که اینها دارن تولید هم میکنن، اما ظرفیت صادراتشون به خارج از این مرزها بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی هستش. وزارت خارجه وظیفه‌ای داره، سفارتخونه‌های ما وظیفه‌ای دارن، راهزن‌های اقتصادی ما وظیفه‌ای دارن. اما من بر اساس اطلاعاتی که تا همین الان به دست آوردم ندیدم که یک نماینده، یک جمعی از مجلسی‌های ما بخوان وقت بگذارن پیگیر بشن و مسئله اصلی خودشون در واقع تعریف کنن، با وزارت خارجه، با سفارتخانه‌ها ارتباط بگیرن، برن بیان ببینن چه خبره و بازاریابی بکنن برای تولیدی‌های ما در داخل کشور. ما اگر بتونیم که ظرفیت تولیدات خودمون در داخل رو بیشتر بکنیم و به همون میزان صادرات غیر نفتیمون رو به کشورهای دیگه بیشتر بکنیم، از یه جهت میتونیم ادعا بکنیم که نیازی به فروش نفت هم نداریم.
نیازی به خام فروشی هم نداریم. اون خام فروشی رو میتونیم تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تولید داخل بکنیم و این اثر مستقیمش رو تولید ماست، اثر مستقیمش رو شغل پایداری که در داخل ایجاد میشه، اثر مستقیمش رو ارز آوری که برای ما تو شرط تحریم میتونه داشته باشه. ولی اینها رو من تا احساس کردم که مجلس هیچ کار جدی و پیگیری واسش انجام نداده. خب میگم آقا اینجا یه نماینده میتونه اثرگذار باشه، نه اینکه بگم 200 تا 150 تا سفیر رو بخط بکنه. میتونه بگه من بعد 4 سال یه کاری کردم، مثلا تو 15 تا کشور صادرات ایران تو این محصولات مشخص بیشتر شد، این اثرش هم مستقیما تو سفره مردم، نه برجام نه افیتیف نه چیزی. نماینده باید مسئله واقعی داشته باشه. ما بخشی از نمایندگان مسئله واقعی خودشون ندارن، فکرم میکنن به ذهنشون نمیرسه، مسئلهشون رو کی میسازه؟ تیتر روزنامه سازندگی و همیهن و شرق و اعتماد میسازه. ممکنه بگن اصلا فرض کن شما رفتی وارد مجلس شدی، یک نفره چی کار میتونی بکنی؟ اگر منظور تصویب یه سری طرح‌ها و در واقع رای دادن به سری لوایح و اینهاست، بله یک نفره کسی کاری نمیتونه بکنه، باید 146 نفره یک کاری رو انجام داد، باید نصف اضافه ای که مجلس بیاد پای کار. اما خیلی جاها مجلس یک نفر توش میتونه ترمز یک کار اشتباه رو بکشه. مثال‌های بسیار زیاد داره که یک مجلسی داشته یک کاری رو انجام میداده، به یک سمت نادرستی میرفته، یک نماینده اونجا نطق کرده، جریان رو عوض کرده. یا برعکس یک مجلسی درگیر روزمرگی ها بوده، یک نماینده نشسته وقت گذاشته کار کرده، یک مسئله رو کرده، مسئله اصلی مجلس برده تصویبش هم کرده. با یکی از نماینده‌ها صحبت کردم، گفتم مجلس رو چند نفر میگردونن؟ گفت واقعیش 15 تا 20 نفر میگردونن، بقیه پیروان 15 20 نفرن که طرح‌ها رو می‌نویسن، میرن لابی میکنن، رأی میگیرن، دنبال میکنن، از وزارتخونه‌ها میپرسن، پیگیری میکنن که کار به نتیجه برسه. بعد میان نتیجه تلاش خودشون برای نماینده‌ها تو کمیسیون‌ها توضیح میدن، اونها قانع میشن یا رأی میدن. یعنی فکر نکنیم که ما الان 290 تا فعال مایحه در مجلسمون داریم، نه اینطوری نیستش. خیلی معمولا آخر صحبتاشون میگن که مردم حتما به ما رأی بدید، اگر به ما رأی ندید پشیمون میشید، این ماییم که فقط میتونیم کشور رو نجات بدیم و مسائلی از این دست. بعدم هزار جور تضمین میدن، ما اگر بشیم این کارو انجام میدیم، اون کارو انجام میدیم. من اتفاقا میخوام بگم که اگر هر کسی تضمینی داد 100% گفت الا بلا من هیچ تغییر نخواهم کرد، اینو بیشتر بهش شک بکنید. ما در مبانی دینیمون هستش اگر کسی بخواد انحرافی رو بهش دوچار نشه باید دائم تحت رصد باشه و این راهی جز شفافیت نداره. خیلی میگن چه تضمینی وجود داره؟ من میگم برای هیچ کس هیچ تضمینی وجود نداره مگر اینکه اون مسئول دائم زیر ذره‌بین باشه، زیر در واقع تیغ شفافیت باشه، مجبور باشه که در مسیر درست حرکت بکنه و هر وسوسه‌ای هم اگر سراغش اومد بتونه به اون غلبه بکنه. این یه مسئله. دو اینکه من اتفاقا میگم مردم اگر فرد یا افرادی رو میشناسید که به هر علت فکر می‌کنید از بنده افراد بهتری هستن و اونها بهتر میتونن تو مجلس کارشون انجام بدن، من از شما خواهش میکنم که به من رأی ندید، به همونها رأی بدید، چون شما باید بر اساس شناختتون تصمیم بگیرید. اگر شناخت شما اینطور هستش که افراد بهتری هستن، من از شما خواهش میکنم اونها رو جایگزین بنده بکنید. علت اینه که مسئولیت گرفتن ظاهرش شاید چیز جزایی باشه ولی باطنش به شدت کار سنگینی هستش و اگر بنده پا تو این مسیر گذاشتم، اگر رأی بیارم یک وظیفه‌ای دارم، اگر رأی هم نیارم با خوشحالی یک نفس راحت میکشم، از این جهت که حداقل باری رو دوشم قرار نگرفته، اومدم خودم رو به مردم عرضه کردم، با هزینه‌ای که خود مردم دادن تبلیغ کردم. اما اگر مسئولیتی به دوشم قرار نگیره یعنی یک باری بر دوش من نیست، پس باید نفس راحت بکشم، پس زندگی من انتخابات نیست. اما باز هم ترجیح میدم که شیک ببازم مبتذل نبرم. شیک باختن یعنی اینکه آدم بگه من وعده الکی نمیدم، صادقانه عمل میکنم، همه کارام هم شفافه، تن به احزاب و بانت‌ها و مافیاها هم نمیدم، ولی با 200,000 تا رأی میبازم. ولی 200,000 تا رأی حلاله. این حرفی بود که بنده تا حالا به چند تا این جریان‌های سیاسی زدم. بعضیشون زنگ زدن، پیامک زدن، گفتم بیا جلسه حضوری، به همشون این حرف زدم. گفتم دوست داشتید تو لیست بذارید، دوست داشتید هم نذارید، هیچ توقعی هم ندارم، ولی بدونید نه پولی به شما میدم بابت این چیز، نه اینکه تعهد سیاسی به شما میدم که فکر کنید بعداً من به اون سرلیست بر رأی بدم بشه رئیس مجلس و فلان کمیسیون و این حرفا. پیروزی در انتخابات برای من مرگ و زندگی نیست و امیدوارم که انشالله بهترین انتخاب رو داشته باشید. اگر بنده وارد مجلس بشم به وظیفه‌ام به درستی انجام بدم، اگر هم وارد مجلس نشم باز هم انبوهی از کارها رو دارم که باید سر فرصت بشنم انجام بدم و برای کشور مفید باشه. امیرحسین ثابتی تا جایی که من میشناسم جوانی است بسیار فهیم، یک ذهن تحلیلگر توانمند، فهیم، داره شناخت. از همه مهمتر این که ایشون آلوده به تعلقات باندی و جناحی و خلاصه مسائل مالی و غیره نیست
میتونه در واقع با حضورش در مجلس فضایی رو ایجاد بکنه، زمینه رو برای پیشبرد این امر بسیار بسیار مهم تحول فراهم بکنه. بنابراین من به دوستانی که به دنبال یک در واقع مشارکت آگاهانه، فعالانه و تاثیرگذار هستند توصیه میکنم و از آن خواهش میکنم واقعا به امیرحسین ثابتی رأی بدید، به خاطر اینکه در زمره افرادیه، شاید ما نظیرش خیلی هم نداشته باشیم، کم داریم، در زمره افرادیه که همه مؤلفه های لازم برای یک به اصطلاح نماینده تاثیرگذار رو دارن. مجلس به افرادی نیاز داره که اهل خواندن، فکر کردن، مشورت گرفتن و تجزیه و تحلیل مسائل باشن. جناب آقای دکتر امیرحسین ثابتی یکی از افراد جوان و با تجربه هست و در زمینه‌هایی که گفتم خود را به خوبی نشان داده است. ایشان را برای نمایندگی از شهر تهران پیشنهاد می‌کنم.